استعوذ بالله ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من انسان ها را و جن ها را آفریدم مگر اینکه فقط برای عبادت، برای خدای شناختن. عبادت چی عبادت؟ عبادت همین که الله تعالی گفته کن گفتش کردن، نکن گفتش نکردن عبادت. اگر من و شما الله تعالی گفتش کن گفتش کنیم نکنیم انشاءالله ما نزد الله تعالی سربلند هستیم. الله تعالی من شما چه کار فرموده است؟ پیغمبر فرمود که بنیاد اسلام علی خمس، همین اسلام با 5 چیز ساخته شده. اسلام بنا میشود با 5 چیز که یکم اولش کلمه شهادت، یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. همینه یک بار گفتنش فرض، یک بار گفتنش فرض، گفته گشتنش سنت. اینو باید که ما هر روز گوییم کلمه شهادت. این یه روز حضرت موسی علیه السلام گفتن که من به یک ذکر آموز الله تعالی با همین موسی علیه السلام یگانه پیغمبری که با الله تعالی بی پرده سخن میکنه، بی پرده، بی واسطه. دیگه پیغمبرها با واسطه جبرئیل سخن میکنه. حضرت موسی علیه السلام بی واسطه هم تو پیرامای گنبزی الله تعالی کشید. هم گفتن که موسی علیه السلام من به بهترین ذکر آموز شخصا برای خودم الله تعالی که لا اله الا الله گفت. بابا گفتن که این همه میدان آسان نکن، همین لا اله الا الله گفتن. گفت الله تعالی 3 بار پرسن، 3 بار گفت که الله تعالی لا اله الا الله گفت. بعد الله تعالی گفت که این لا اله الا الله ثوابش همین درجه که 7 قوت آسمان و زمین یک طرفی ترازو بمانیم، اگر یک طرفی ترازو به لا اله الا الله مانیم، اگر این سخن بزرگتر و عظیم‌تر گفتن از تمام دنیا. برای همین هر کی ما مثلا هر وقت که نماز میخوانیم فقط درباره شهادت کلمه شهادت اتحیات نمونیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. خوشا به حال آن کسایی که نماز میخوانند همین ذکر میگن، همون قاس صاحبش کمان. بعد از این کلمه لا اله باید که هر کی ما فرزندان و همین یکم کلمه چه باشد، لا اله الا الله باشد، خدا یکیش ما ساکنین باید آموزیم گردی هر یکی ما شما فرض است همین آموختن فرزندان ما. ان شاء الله اولی کلمه ما لا اله الا الله باشد، آخری کلمه مرداش لا اله الا ان شاء الله همون تقریبا فکر جا جنت گفتن. شما جنب بس میگردی همه حیاتش از اولش تا آخرش همین لا اله الا الله بوده است. ان شاء الله چاکنیم. من حاضر راستی گفت من بعضی دیکاه پرسی میریم فرزندای من شما ای کلمه شهادت نمیدونن. ما باید که هر روز هر شب سری دسترخوان هر شعبت باید فرزندان به همین کلمه شهادت چاکنیم آموزیم که این دنیای آبادی است، اون دنیای آبادی کلمه شهادت که آن کسی لا اله الا الله میگه خدای میشناسد، امرهای خدای میآموزد، فقط عبادت خدای میکند، راه حلال بمیرد، راه حرام به ان شاء الله نمیرد. خدای شناخته آدم اخو ترس آدم. دیوم بنا این چیزه نماز 5 وقت نماز خواندن، 5 وقت نماز خواندن هر یکی با پسرها از 12 گذرد، دخترها از 9 گذرد، الکی فرض میشد. این فرض قرض خداوند است. باید که هر کی ما چیزیه همین نماز 5 وقت خوانیم. یک دامولا و یک نصرانی دخترت ایمان آورد مسلمان شده است، نصرانی مسلمان شده است، سوال داده است که امام من همین توالت نه الی خالا جان ده نماز خوانم درست میفتد. ای دامولا حیران شدن این چه خیلی سوال باید که جای نماز قاعده فردن جای پاک جامعه پاک یعنی پاک طهارت کند. این چه خیلی شده است. مثلا نقل کرد است که من نصرانی بودم دخترک، من مسلمان شدم، من مسلمان شدم، پدر و مادرم خواهر و دارهم همین سریتنی رومالی منه، سریتنی دراز اسلامی منه، جای نماز را بوده سوختن نیست کردم. هر که من طهارت میکنم طهارت خواننده یو من با سریتنم نیست، یک رومالی رستی که رستیم های جای نمازم نیست، همه
روز کردگی ها سانه باید دامولو که ها این نمازی که تو همون توالت هم نمیخوانی از نمازی که ما نماز مشتا نمیخوانیم این تو بهتره چون تو از خدا ترسیده همون که کلینیگری که توالت رو باشه نماز تو خانسی کتا نه نفسان دختر همون قدر راهی نماز خواندن عالم پرسیده است وای بر حال من شما که من شما مسلمان و حلامات مچید خانه همین مانده جای نماز وای بر حال نماز نمیخواندگی تارک نماز ببینید یک نصرانی دختر همون قدر دارش اسلام آموخته این من چی گفتنی سرزنش کردنی نه لیکن همین مچید ها ما خالی همون اقلا کار باشیم اقلا یک وقت نماز بیم برادرها همه ما الحمدلله مسلمان ما غیر از من همه ما به اینترنت ها هم می آموزیم که چی خیر غیر دین ها نصرانی ها یهودی ها بود پرستا مسلمان شدن و دینونده یگان دولتی نیست دنیاده که مشتش نباشه زیر تمام دینونده مشتای هم مثلا نماز ها چی خیر کلینیگری که ما نماز خانسیان غیرت های دولت غیر مسلمانیم ده همه شما مپرسم من همچون امام همچون جوابگر هر یک شما تمنا میکنم که چاقن عقل یک وقت به دو وقت می و 40 درام دین 50 درام 30 درام مچید به چاقنیم هم ایساف ده هم حاضر شیم هم الله تعالی به سجده کنیم ان شاء الله انا همینجا با عمده دب کرگین ده من شما مسئول میکنی همین نماز کلمه شهادت سیام بنا روزه داشتن چهارم اگر بای باشه زکات دادن پنجم چی اگر قدرتتون باشد توانایی باشد یک مرتبه حج فرض برفتن فرض است این قربان انگیش با همین 5 تا معنی شما الله تعالی کرد همین دنیا با آورده است که همین عبادت های کن گفته ان شاء الله یک جوان نزدیک پیغمبر سلام آمد که من به اسلام آموزی من چا کنم که آخرت آباد شود گفتن که نزد صحابگان ده اول کلمه شهادت گوه مسلمان شد دیون 5 وقت نماز خوان سوم روزه دار زکات مالته حج کن همین بس بگو انا همین کنی ان شاء الله جای جنت و یه چیزا گفت آنچه که شما گفتید این کمم نمیکنم این زایدم نمیکنم این 5 تا بنا کنید ان شاء الله جای ما روی حدیث پیغمبر سلام جای ان شاء الله جنت آسانت هم توی حساب کتاب کنید دیگر این کار آنقدر کنید پول تینه میکرد کار کنه میکرد این باده همین من شما گفتگی سیمش بینی وای رمضان روز داشتن زکات دادن حج دادن کردیم همین که من شما الله تعالی کدام کار من کرده است از همون باز ایستادن ان شاء الله یکم الله تعالی شرک آوردن یعنی بغیر از الله تعالی یکی دیگه معبود اینو خدا گفتن یا آفریدگار همین یا طبیعت آفریدگی گفتن آدم کافر میشه آن کسی ما طبیعت آفریدگی و کافر ما من شما کافردگی الله تعالی خاک آفریدگی خاک بودی خاک گردی در میان هوشیار باش من شما خاک بودیم من شما الله تعالی آفرید باید خاک میشه همین ما هوشیار باشیم یعنی هوشیار چیزیه یعنی الله تعالی شناختن من شما برای چی میدونم وار همین هوشیار باش برای همین من شما کارهای چیزی حرام داشتن الله تعالی گفتیم یکم شرک آوردن گناه کبیره است بدترین گناه این شرک بعد از این زنا مرد زنی بی نکاح یک داشته این زنا اسلامنده این هم گناه کبیره سومش عرق نوشیدن عرق خوردن وینا خوردن کنیاک خوردن آنچه که مست کننده این حرام است آن کسی که عرق میخورد علما میگن که 40 روز ایمان اول جدا میشه 40 روز ایمان یعنی تا بدن آدم از همون پلید 40 روز انسان میشه 40 روز انده ببینید اگر موبین 40 روز به امام رنده چه میشد این دنیا به امام میمورد لیکن توبه کنه دیگر در این توبه دیگه هم وقت شده توبه کردن کار حمله که ما جای راه راست برای خداوند این گپی من نه گپی قرآن گپی شریعتی ما به پیغمبر صلی الله علیه و آله برای همین بسیار
یک کمتر با سکسکین همین ترخورها زیشت ما بین آمده. هر کی ما از خدا ما از فرزندا ما یک رو نزد اولاکان زیر جام میتیم. امام محله جام میتیم. امام ناحیه ابوالیم ناحیه همین همونی. من شما میفهمونم شما خودتون عمل میکنید. اهل عائله فرزندا دخترها چون کنید. ارائه میکنید. وقتی دخترهای ما زنهای ما با حیا باشن عورت پوشن عورت پوشتن فرض است مردک به عورت از همین زانو تا نافه دانسته مانتون ترسو که عورت نمیشه باید که همین نافه کلمه بندید تا همین زانو محکم کند بعد جا میگه شارتک پوشتیم شارتک نباید که زانو چیه نماید برای مردک برای زن بغیر روی دو در کفی دست پاچک عاشق پایین دیگه همین برای زنها چیه عورت است نزد پروردگار و نزد همه بعد از این سینا گفته من آدم کشی یکی از گناه های چیزی کبیره یک آدم کشتن یا که فرمان نبرداشتنی پدر و مادر جنت که رضای مادران است در زیر قدمی مادران است پدر و مادر راضی کنید انشاءالله چه میشد من شما جنت میابیم اگر ناراضی کنیم اگر گناه کبیره تا پدر و مادر راضی نشود الله تعالی چه میشد راضی نمیشد پروردگار رو گفتگان بشنیدگان آمین گرداند پروردگار اگر مواد چکنی سخت باشن عذر چون که وظیفه ما همین است که شما رسوندن پروردگار گفتگی شنیدگان عامل گرداند همون این دو آخران آباد کند همین جب آمدن به همون ما اله تغییر بیدیمون هوشیار شویم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين أما كما رحمتك